بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، با سلسله دروس تفسیر قرآن کریم از کتاب الجامع لاحکام القرآن با شما هستم. درسی گذشته درباره تحذیر اهل قرآن و اهل علم از ریا نمودن در اعمالشان و خصوصا در عبادت هایی که متعلق به الله عزوجل است و در این باره آیات و احادیث بسیاری هم گذشتیم. بابی را که امام قرطبی رحمه الله بعد این باب شروع نموده است، این همان است که قاری قرآن چی چیز را باید بیشتر توجه و اهمیت بدهد. و اولین چیزی را که امام رحمه الله میگوید این همان است که طالب علم و شخصی که تعلیم علم قرآن و علم تفسیر میگیرد باید نیت خود را خالصانه به وجه الله عزوجل بکند، همان گناهی که درس‌های گذشته گفتیم. و این چنین قرائت نمودن قرآن کریم شب و روز وظیفه خود بداند، چی در نماز باشد و یا غیر نماز، تا اینکه قرآن را فراموش نسازد. امام مسلم رحمه الله روایت آورده است از ابن عمر رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة. مثال شخص قاری قرآن مانند مثال شخصی هست که شتر خود را بسته است. این عاهد علیها امسکها. اگر صاحب شتر از حال شتر خود زود در زود با خبر باشد، پس از گریختن شتر خود در امان میماند، چون که حالت شتر این است که اگر محکم نباشد میگریزد. و این اطلقها ذهبت. اگر همین شتر را محکم نکند، نبندد، پس میرود، شتر نمیستد. و اذا قام صاحب القرآن فقرأه باللیل والنهار ذکره. و اگر صاحب قرآن یعنی قاری قرآن قرائت کردن قرآن را شب و روز در خود وظیفه قرار بدهد، پس دائم قرآن با او خواهد بود. و اذا لم یقم به نسیه. و اگر که قرائت قرآن را همیشه با خود نکند، پس این قرآن حفظ نموده او از ذهن او می رود و فراموش می کند. و دومین چیزی که صاحب قرآن و قاری قرآن باید بداند، این هم شکر نمودن الله عزوجل به نعمت قرآن کریم. باید الله عزوجل را حمد بی پایان بگوید و همیشه با ذکر الله عزوجل باشد و تنها به الله عزوجل توکل نماید و همیشه تیار باشد برای لقای الله عزوجل. سپس امام رحمه الله می‌فرماید که شخص قاری باید همیشه از گناه‌های می‌کردگیش در ترس و هراس باشد که او عصیان الله عزوجل را نموده است. برای همین همیشه در حالت ترس و خوف از الله عزوجل باشد و از گناهان خودش توبه در درگاه الله عزوجل را بکند. ابن مسعود رضی الله عنه می‌فرماید قاری قرآن باید با صفات از دیگر مردم فرقیت داشته باشد. ان یعرف بلیله اذا الناس نائمون. صفت شبهای قاری قرآن این است که مردم همه در خوابند و این قاری قرآن با تلاوت قرآن کریم مشغول است. و روزهای قاری قرآن این است که مردم همه از پس طلب نمودن دنیا هستند، اما او با قرآن و با کلام الله عزوجل روز می‌گذراند. و ببکائه اذا الناس یضحکون. و صفت قاری قرآن این است که هنگامی که مردم همه در خنده و شادی هستند، اما او در غم و حزن قرار دارد، چون که قیامت نزدیک است و حساب و جواب بسیار سخت است. و بصمته اذا الناس یخوضون. و هنگامی که مردم سخن در هر چیزی دنیا میزنند، صفت قاری قرآن این است که سکوت را رعایت میکند و خود را همراه نمیسازد در سخنهای بیفایده و این چنین خنده زیاد و کلام بیهوده را تا میتواند باید کم کند.
و شخص قاری قرآن باید صفتی داشته باشد که مردم همه از شر او و از بدیهای او در امان باشند و خیر او، نیکی او به تمام مردم برسد. و این چنین لازم است برای شخص قاری قرآن که احکام قرآن را بداند تا اینکه بتواند فهم مراد و مقصود الله عزوجل از آیات کریمه چی هست. و ارزش‌ترین کار این است که قاری قرآن باشی اما فهمی از قرآن نداشته باشی. آن چیزی را که تو تلاوت میکنی و آن چیزی را که تو حفظ مینمایی اما نمیدانی چی هست و نمیفهمی که مراد الله از این آیات چی هست. پس چگونه عمل میکنی هنگامی که از قرآن کریم چیزی را نمیفهمی؟ و همین حالت سبب شده است که مردم تاجیک میگویند قاری اذیتی نکن. یعنی هنگامی که چیزی را حفظ میکنی معنایش را نمیدانی تشبیه میدهند به قاری اذیت. این سخن بدترین سخن است و از طرف دیگر واقعیت حال اکثر قاریان قرآن را بیان میکند. و این چنین قاری قرآن باید مکی و مدنی را بداند تا اینکه فرق نماید از آیاتی که در اول صدر اسلام نازل شده است و آیاتی که سپس در احکام و شریعت نازل شده است. چون که اکثر آیات مدنی ناسخ آیات مکی هست. یعنی در قرآن آیاتی هست که به دو حکم آمده است. به سبیل مثال عده زنی که شوهرش میمیرد، در یکی از آیات ها آمده است که 1 سال باید بایستد و در دیگر آیات 4 ماه و 10 روز. قاری قرآن این دو آیات را تلاوت میکند اما هنگامی که از او بپرسی بر کدام آیات باید عمل کند جواب را نمیداند. و این چنین از کمالات قاری قرآن این است که اعراب قرآن کریم را کرده بتواند و معانی کلماتی که غریب است توانی فهم اونها را داشته باشد. و برای فهم قرآن از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کمک بگیرد، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگانه معلم قرآن کریم است، چون که قرآن کریم بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده است. سپس امام رحمه الله درباره فضیلت شخصانی که به علم تفسیر مشغول می شوند سخن گفته است. از امام علی رضی الله عنه روایت آمده است که حضرت علی کرم الله وجهه یاد از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه کرد و گفت او صاحب علم است. و یک مرد از جایش خیست و گفت ای امام، تو جابر ابن عبدالله را وصف به علم میکنی با آن همه علمی که شما دارید؟ حضرت علی رضی الله عنه گفت جابر ابن عبدالله تفسیر قول الله عزوجل را که میفرماید ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، حضرت جابر این تفسیر را میدانست. در اینجا حضرت علی رضی الله عنه از حضرت جابر تعریف میکند به خاطر اینکه تفسیر کلام الله را میداند. و این چنین از بزرگان تفسیر امام مجاهد آمده است که احب الخلق الى الله اعلمهم بما انزل، دوستدارترین خلق در نزد الله همون کسی است که داناترین است بر آن چیزی که الله عزوجل نازل کرده است، یعنی قرآن کریم. و روایت آمده است از ایاس بن معاویه که میگوید مثال شخصانی که قرآن را میخوانند و معنایش را نمیدانند این به مانند آن است که پادشاه به گروه نامه بفرستد و این نامه در تاریکی شب به دست این مردم برسد و آنها نمیدانند که در داخل این نامه از پادشاه چی آمده است، چون که چراغی ندارند که روشنایی کند و این نامه را بفهمند. در همین حال شخص با چراغ نزد اونها می آید تا برای اونها روشنایی نماید و بخوانند هر آن چیزی که در آن نامه وجود دارد. یعنی شخصی که تفسیر قرآن کریم می داند همانند چراغ هست برای دیگران که حقیقت و راه درست را یابند و پیروی نمایند. بعد از این امام رحمه الله
قاری قرآن را میفهماند که کی هست. روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که حضرت رسول الله میفرماید من تعظیم جلال الله اکرام الثلاثه، اکرام نمودن بر سه طایفه و سه گروه در حساب تعظیم نمودن و بزرگ شماریدن الله عزوجل به شمار می رود. اول اینها الامام المقسط، امامی که عدل کار است و مقصود از امام هر فردی که مسئولیت دیگر افراد بر دوش او هست. و حامل القرآنی، و شخصی که حافظ و قاری قرآن است. و ذی شیبت مسلم، و شخصانی که کلانسال هستند و مسلمانند. هنگامی که تو اکرام و احسان به این سه طایفه میکنی، اینها همه در حسابی بجا آوردن عظمت و جلال الله عزوجل است، چون که الله عزوجل امر نموده است که به اینها احسان و اکرام نمایی. و روایت از حضرت انس رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده اند القرآن افضل من کل شیء، قرآن بهترین چیز است از هر چیز دیگری. فمن وقر القرآن فقد وقر الله، و هر کسی که حرمت و عظمت قرآن را بجا آورد پس حرمت و عظمت الله را بجا آورده است. و من استخف بالقرآن فقد استخف بحق الله، و هر کسی که حق قرآن را بجا نیاورد پس اون حق الله را نیز بجا نیاورده است. حملة القرآن هم المحفوفون برحمت الله، حاملان قرآن یعنی قاریان قرآن، اونها همیشه با رحمت الله عزوجل هستند. اونها کسانی هستند که کلام الله عزوجل را بزرگ می شمارند. الملبسون نور الله، اونها کسانی هستند که نور الله در اونها هست. فمن والاهم فقد والا الله و من عاداهم فقد استخف بحق الله، هر کسی که به این قاریان قرآن احترام و حرمت بجا آوردند پس گویا که حرمت الله عزوجل را بجا آوردند. و هر کسی که دشمنی و بدبینی نسبت قاریان قرآن دارد اونها در بجا آوردن حق خداوند عزوجل کوتاهی کردند. امام قرطبی رحمه الله در همینجا این باب دیگر را به اتمام میرساند و باب دیگری را که میخواهد شروع کند این همان است که قاری قرآن چگونه قرآن کریم را باید تعظیم و بزرگ بشمارد. و ما نیز در اینجا این حلقه را به اتمام رسانیده و درس آینده را با این باب شروع میکنیم باذن الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.